سفیدپوشه که در مرحله نیمه‌نهایی مقابل سنت الله موسویف رقابت دارد. هراسیدن لازم نیست. ورزشگری ما هم از حساب اشتراکش در مسابقه های سطح بین المللی هم نورسان و جوانان تجربهش خوب هست. اینجا خیلی پهلوانان ارزنده را از صد راهش دور کرد و در مسیر مبارزه مرحله های بعدی خیلی هم فعال و نمونه هم بود. آفرین. دقیقه دوم مبارزه سنت الله 21 سال دارد، چون در خصوص حضورش در مسابقات مختلف گفتیم در چمپیونات آسیا میان جوانان 2 سال پیش مدال برنجی گرفت. در جام آسیا در شهر تاشکند ماهی از سال 2024 در چمپیونات آسیایی سال 2024 و در دوشنبه در چمپیونات جهان میان جوانان برای مدال برنجی مبارزه برد، اما در 3 مسابقه معرفی شده موفق نشد، جای 5 را گرفت و خیلی حرکت خوب رو اینجا هم میتوانست که با موفقانه انجام دهد یا لااقل امتیازی یوکو گیرد. تلاش پهلوانان اکنون در مرحله نیمه‌نهایی شدتش چندان دیدنی نیست. یک وضعیت مرکب تر باید سنت الله برطرف کند. سنت الله اینو باید برطرف کند، اما یک لحظه که خیلی خود را دفاع کرد و تا آخرین لحظه محافظت کردن نتوانست. تصویف صاحب امتیاز وزری شد. حالا فرصت هست شاید یک تلاش دیگر یا توجهی علاهیده که خود سنت الله موسویف به ادامه سبقت کند. حالا وقت هست برای اصلاح کردن این خطاگی. زیادتر مهنت کردن در کار، اکنون جایی نیست که دیگر ایستادگی کنید. وزری وسیعتی 2 وزری. اکنون امتیاز هم ملکه از اشاره داور ریپان به گذاری شد. دیگر ضرورتی ادامه سبقت باقی نماند و تصویب به مرحله فینالی رفت و سنت الله موسویف باشد با گسانف از منتخب بحرین. این هم خواستبار است. پهلوانان سابق بله گسانف خواستبار منتخب بحرین در سبقت تسلابخش ورزشکاری بلغارستان رو مغلوب کرد. گراماتیکوف رو که او هم اولا شکست خورد در سبقت 4 رقیب خواجه‌زاده بهروز. گراماتیکوف در واخوری تسلابخش هم از گسانوف شکست خورد و گسانوف با سنت الله موسویف برای مدال برنجی. درد پای، میان، موشک و روماتیسم شما را ناراحت می کند. نایا تاکس شما را از درد موشک، استخوان و میان آزاد می کند. نایا تاکس درد شما را